در تاریخ معاصر افغانستان و خصوص در 20 سال اخیر مردم از گرفتن مسئولیت اصلی کشورشان خالی کرده و در حل مشکل جمعی همواره منفعلانه عمل کردند. آنها در این مدت برای بیرون رفت از بحران و پایان نابرابری ابتکار عمل را به دنیا واگذار کردند. منتظر ماندند تا جهان برایشان تعیین تکلیف کرده و سرنوشت کشور را تغییر دهد. بنبست کنونی افغانستان می‌طلبد که ابتکار عمل به دست خود افغان‌ها و خود جمعی و اراده عمومی رقم بخورد. اما باز هم سوال 1 میلیون دلاری این است که آیا مردم افغانستان این بار پیشگام خواهند شد یا باز هم منتظر معجزه خارجی‌ها خواهند ماند؟ با دیدگاه با من تاج‌الدین سروش خوش آمدید. سلام بر شما. مهمانان من در این برنامه دیدگاه دکتر جمعخان محمدی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه از سویدن، دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل از نیویورک و اسمت قانی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی مسائل افغانستان از کانادا وصل هستند. مهمانان گرامی را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه را با آقای محمدی آغاز میکنم. آقای محمدی، شما جامعه افغانستان را میشناسین. اگر یک تعریف کوتاه از شرایط فعلی، از وضع فعلی جامعه افغانستان داشته باشیم، این تعریف چی است به نظرتان؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای فرهنگ، جناب آقای فانی سلام و عرض ادب داریم و همچنین خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان محترم. پرسش بنیادین و اساسی که در این جلسه مطرح شده معضل تاریخی افغانستان را تشکیل میده. به نظر میرسه که افغانستان در 3 قرن اخیر غیر از همون ابتدایی که احمدشاه ابدالی با اراده شخصی یا اراده داخلی توانست یک نظام سیاسی را در افغانستان حاکم بسازه، بعد از او تقریبا ما شاهد شکلگیری یک نظام سیاسی بر اساس اراده جمعی افغانها نبودیم. عمدتاً نظام‌های سیاسی در افغانستان با اراده خارجی ها شکل گرفته. چه نظام شاهنشاهی بوده که عبدالرحمن خان فرزندانش شکل دادن و بعد از اون که دوران حکومت نادرشاه و فرزندش ظاهرشاه بود. درست. و آنگاه وقتی حزب دموکراتیک هم به حاکمیت رسید با اراده روسا به وجود آمد. درست. شورویان. و وضعیت مجاهدین و طالب مشخص است. آقای حامد کرزی هم با تیاره خارجی ها آمد و فعلا هم دولتی که فعلا در افغانستان هست با اراده آمریکایی ها و بر اساس قرارداد دوحه شکل گرفتن. لذاست که خود افغان ها در طول تقریبا نزدیک 2 قرن اخیر بر اراده خود نقشی نداشته و تصمیم گیری ها در خارج از افغانستان شکل می گیرن. اما دلیل و علت چیه باید این رو در درست دلایلش میپردازیم آقای محمدی و میخوایم از شما یک تعریف جامعه شناسانه از جامعه افغانستان داشته باشیم. بحث سیاسی را که اشاره کردین بسیار خوب، ولی از نظر جامعه شناسی این جامعه چگونه یک تعریف میشه جامعه افغانستان؟ جامعه افغانستان درش این گونه باید ببینیم که نهادهایی که در درون این جامعه وجود دارند نهادهای به شدت ضعیفی است و در طول چند قرن گذشته نهاد فرهنگ، دین، تعلیم، تربیه و سیاست رشد نداشته و بیشتر نهاد دین در خدمت نهاد قدرت و سیاست بوده و گاهی وقت است که حالا فعلا نهاد سیاست در خدمت نهاد دین قرار گرفته و تقریبا بین یک اتحاد نامیمونی که در گذشته ها بین زر و زور وجود داشته باعث شده است که افغانستان به یک وضعیت فلاکتباری گرفتار شود. هیچ گونه عقلانیت سیاسی در درون نهادهای اجتماعی رشد نکنه. درست. و جامعه افغانستان همچنان وابسته به خارج و قدرت‌های خارجی بماند. درست. آقای قانی، شما شناخت خوبی از جامعه افغانستان دارین، به نقاط مختلف افغانستان سفر کردین، اقوام میشناسین. جامعه افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده، اما به عنوان یک کتله یک جغرافیا است و یک کشور است. به عنوان یک کشور چرا مردمی که در این جغرافیا زندگی میکنند تا هنوز به صورت درستش احساس مسئولیت نکردند تا مسئولیت کشور به عهده بگیرند؟
السلام علیکم و رحمت الله. شما بخیر باشین، بزرگوارا بخیر باشن، میمانا بخیر باشن و درود و سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه. من فکر میکنم که افغانستان تقریبا از روز تشکیلش به طرف در یک محاصره قرار داشتن و یک من حیث یک در تاریخ معاصر من حیث یک کشور حائل و یا بپرستید طوری نگاه داشته شده که و به سیویلایزیشن نرسه، به مدنیت نرسه و پلورالیزم سیاسی که امی جامعه را بتانه تحرک بده، پلورالیزم سیاسی او با وجود نبودن. استبداد وجود داشتن در راس حاکمیت و استبدادها بیتون متواتر بودن و گاهی به اساس برادر ما خوب چیز کردن، به اساس دین و بعضی وقت هم به اساس یک کتله خاص و اقوام همیشه مردم یا به اسلام همیشه چی شده بودن، زیر ستم قرار داشتن. این تنها نبودن که هزاره و ازبک و ترکمن و دیگه اقوام، ولی جامعه پشتونها را زیر یک ستم بسیار قوی قرار داشته شد. باید داشته باشین که اولین زندانی که خان عبدالغفارخان رهبری پشتونها آن سوی سرحد چیز رفتن، اتهامی که بالای وارد شدن ساختن مکاتب بود، ساختن چیز بوده که نهادهای تعلیم و تربیت بودن. نکته مهم اشاره کردن آقای قانی، به خاطر از خان عبدالغفارخان رفت زندان، اما امروز مثلا در یک کشور 30 میلیونی پدر اگر خانواده را مد نظر بگیریم میبینه که دخترش گریان میکنه و مکتب رفتن نمیتونه. بسیار یک نمونه بارزی را که شما اشاره کردین. یا کارهای دیگر اجتماعی بر اساس سلیقه ها شکل میگیره که مانع میشه که خانواده ها و جامعه پیشرفت بکنه. چرا پس 30 میلیون انسان در برابر این گونه ظلمی که شما اشاره میکنین خاموش میباشه؟ بالکل برای ما هم بسیار سوال برانگیز است، ولی ملت افغانستان را طوری کوبیده، طوری تکه و پارچه کردن، اینقدر زدن کفتن که مردم روحشان کشیدن. مردم به حالتی هستند که یعنی شام وقتی که مرد خانه به خانه میاد در فکر همیز که چند تا نان داریم، 6 اولاد داریم و 3.5 تا نان چطور برسانیم امینانه که ما شکم بیاره سیر کنم. بگذار که ما پنسیل برشان بگیریم، بگذار که ما کتاب برشان بگیریم، بگذار که ما قلم برشان بگیریم. من بسیار با مردم در ارتباط هستم. جوالی های کابل که در منطقه کابل هستن، دیروز ما در ارتباط بودیم که چطور شما امی اولادا را ببرید یک جایی که چیز است، مکاتب در مساجد جور کنید به بهانه ای که این مکاتب دینی هستند و طبعا تاریخ و جغرافیا و سواد و اقرار بیداریم. من که بنده الله تعالی مراسلات که از ما سواد یاد میگیریم، این کتابا را سرشان بخوان و تقریبا با یک لحن بسیار گریه آلود بریم گفت که قانی جان بزرگوار ما شو رفتم در خانه 4 تا نان داشتیم و 700 انسان ها بودن که ما باید از 4 تا نان استفاده میکردیم و خود ما گوش نماندیم تا که نان خودم به دختر خودم دادیم و ما امیال به شکم گوشنه پس نمونده ای آمدیم تا که بار پیدا کنیم اونا را یک چند روپا پیدا کنیم که در خانه بریم. یعنی من به این حالت نگاه کردم. در طول 20 سال جنگ متواتر، در طول 40 سال جنگ متواتر، در طول 70 سال دشمنی با تعلیم و تربیت، ضد مکتب بودن، کار نیافتن و این بالای کل اقشار جامعه امیتو یک حالت مسئلت بودن و حالا هم است. درست. آقای فرهنگ، شما سال هاست که در جوامع افغانستان و ایران پژوهش میکنین، تحقیق میکنین. جوامع مثل افغانستان و ایران تفاوت‌های اندکی دارن. ممکن است که جامعه ایران پیشرفته‌تر و از نظر فرهنگی و از نظر سواد و این مسائل و از افغانستان به دلایل جنگ و محرومیت عقب‌تر. میخوایم بپرسم که این جوامع چرا این گونه شدن که به جوامع استا و یا هم متحرک نیستن، متوقف ماندن و این جوامع هیچ پویایی نداره دیده میشه؟ مشکلات افغانستان شباهت زیادی به مشکلات دیگر کشورهای خاورمیانه داره و من اگر بخوام یک عبارتی در این رابطه ازش استفاده بکنم، این مشکل فرهنگ سیاسیه. به این شکل که از نظر تاریخی
تمام این کشورها قرنها و قرنها در استبداد زندگی کردند، چه زندگی قبیله‌ای بوده و حتی در 100 سال گذشته که مسئله ملت مطرح شده و در زندگی قبیله‌ای رفتار، یعنی روابط بین رهبر و مردم معمولی شبیه رمه و شبانه. یعنی این شبانه که تصمیم میگیره با رمه چه باید بکنه و رمه حقی در دخالت و تعیین مسیر زندگی نداشته. در این سال می‌بینیم که در قرن اخیر در افغانستان، در کشورهای کمتر و بیشتر، تحت تاثیر تجدد، تحت تاثیر نهضت روشنگری، تغییراتی در بخش‌های از جامعه ایجاد شده. افغانستان کشور چند قومی است و در کنار تعداد تکثر قومیتی که در افغانستان وجود داره، از نظر ارزشی، از نظر ارزش‌های نهضت روشنگری، طبقات و گروه‌هایی در افغانستان رشد کردند، خصوصا در این 50 سال یا 100 سال، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه که به طور کلی این ارزش‌های زندگی، ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی اونها با سیستم سنتی تفاوت‌های اساسی داره. و مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینه مطلق اندیشی این گروه هاست. یعنی هر گروهی وقتی وارد گفتگو با دیگران میشه، این بینش اون گروه و خواسته های اون گروه تعیین کننده پاسخ به مسائل میشه. این مطلق اندیشی نوعی بیماریه. خیلی جالبه که حتی در چارچوب مطلق اندیشی کشورهای خاورمیانه بسیاری از اوقات میدونن چی نمیخوان. در ایران همه میدونستیم که چی نمیخوایم در گذشته، اکثریت بزرگ مردم، ولی وقتی اون چیزی رو که نمیخواستیم محو شد، چنون تکثر ایجاد شد، درد و بلایی ایجاد شد. همینطور در عراق امروز یا در مصر بعد از سرنگون کردن حسنی مبارک که واقعا جامعه مصر متحد بود در رابطه با اینکه این چه نمیخواستن، ولی همین که حسنی مبارک حذف شد، اختلافات و واقعا جنگ و جدالی بین تمام کشورهایی که متحد بودن چی نمیخوان وجود داشت. بنابراین در افغانستان اگر امیدی برای رهایی از مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و مشکلات اجتماعی وجود داشته باشه، ایجاد یک دولت ائتلافی است. یعنی ایجاد دولتی است که اقوام مختلف بینش‌های مختلف رو بتونه در خودش بگنجه. یعنی سوال اساسی است آقای فرهنگ که حالا میپرسن مردم که این دولت را کی ایجاد بکنه، برای از اینکه جامعه تحرک نداره، حرکت نداره و این دولت دقیقاً به هر حال این مردم افغانستان هستن. امروز اگر ما بگیم نقش اساسی برای ایجاد چنین دولتی در کجا باید شروع بشه، گروه طالبانه. چرا؟ برای اینکه گروه طالبان از نظر نظامی و از نظر تسلطی که روی جامعه از قدرت بیشتری از بقیه گروه ها داره. بنابراین این فقط این محدود به اون نیست. حتی برگردیم به دوران اشرف غنی، در اون زمان هم کسانی که به ظاهر و نظر کلی با اونها هم نتونستن یک دولت ائتلافی تشکیل بدن که در برابر طالبان یا مخالفین خودشون یک جبهه متحدی داشته باشه. به بیان دیگه ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی، این بلایی است که تمام قالب گروه ها کمتر بیشتر دارن و این ارتباطی به خارجی نداره. بسیاری از کسانی که با این رژیم ها مخالفن فکر میکنن که دخالت خارجی میتونه دردی رو دوا بکنه. بله، دخالت خارجی قدرت نابود کردن داره. چه یعنی این که آمریکا خیلی خوب میتونست صدام حسین رو از بین ببره، ولی بعد از اینکه اون رفت، آیا آمریکا توانایی این رو داشت که بخواد دموکراسی در اونجا ایجاد بکنه؟ میبینیم که تشدد در عراق چه مصیبتی به اصطلاح ایجاد. بنابراین مسئولیت با ماست، مسئولیت با رهبران ملی است و این تحریم کرد. و خیلی جالبه که مثلا در ایران یه شعر معروفی یه عده میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. این بیانگر
اون بیماری فرهنگ سیاسی است که در بسیاری از مجامع و کشورهای خاورمیانه وجود داره. درست. و حل این مسئله کلید رسیدن درست. به مدنیت در این کشور. درست. بگذارین از آقای محمدی هم همین سوال بپرسم. حالا آقای فرهنگ پیشنهاد میکنن که تنها راه حلی که در افغانستان میتونه به وجود بیایه یا به میان بیایه فقط ایجاد یک دولت ائتلافی است. حالا این دولت کی ایجاد بکنه؟ میدونیم که جامعه ساکت است و قشر سیاسی پراگنده است و صدای وجود نداره. خارجی ها هم حالا منافعشان در افغانستان نیست، رفتن کنار و یا هم دور رفتن. این پراگندگی را چگونه میشه که این دولت فراگیر تشکیل داد؟ کی تشکیل بده باید؟ ما افغان ها باید یک بار دیگر دست یعنی سر به گریبان خود باید فرو ببریم یا به قول معروف کلاه خود قاضی کنیم. در سالهای گذشته گروه های مطلق‌گرای ما و شما هیچ گام نتانست به یک موفقیت برسه. حزب دموکراتیک خلق هم با خیلی ادعاهای کلان آمد اما شکست خورد. مجاهد با همون ادعاهای کلان آمد شکست خورد. دموکرات هایی که از غرب آمده بودن مطلق‌گرا بودن اونها هم شکست خوردن. اگر بخوایم بر همین عنان تکروی ادامه بدهیم باید منتظر باشیم 5 سال دیگر 10 سال آینده همین حکومت طالب هم سقوط میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بسترهای تداوم نظام سیاسی در افغانستان خیلی محدوده و او پتانسیل لازم برای تقویت این نظام وجود نداره. نظام فعلی هم وابسته به کمک‌های آمریکا و غرب. به محض اینکه همون 40 میلیون دلاری که در هفتگی یا در ماهانه وارد افغانستان میشه قطع شه، زمزمه شکاف و اختلاف بین این نیروها میره بالا. دوباره اگر این نظام هم شکسته شود باز هم یک نظام خواهد آمد که دوباره وابسته به خارجی ها خواهد بود. بله دوباره همین میشه، به شرطی که خود افغان ها هم نخبگان سیاسی و نخبگان نظامی افغانستان در کنار هم قرار نگیریم. تا مادامی که ما افغان ها به همدیگه اعتماد نداشته باشیم، زبان مشترک نداشته باشیم و بخصوص یک منطق دیالوگی بین افغانی بین ما شکل نگیره. تجربه اینمی 20 سال گذشته 50 سال اخیر به ما و شما نشان داده است که هر کی پا به ارگ ریاست جمهوری میگذاره همه نیروهایی که غیر خودشه فراموش میکنه، طرد میکنه. فرهنگ طرد کردن، فرهنگ نساختن با دیگر و عدم اعتماد به هر نیروی افغان دیگر باعث شده است که یک نوع انحصارگرایی، تکروی در افغانستان و بخصوص در عرصه سیاست شکل بگیره و همین تکروی باعث شده است که همه نسبت به همدیگه یک بدبینی عجیبی پیدا کنه. با توجه به او تجربیات تلخی که ما و شما در تاریخ داریم، او ذهنیت تاریخی هست، تجربیات فعلی هست، همه اینا دست به هم میده که ما افغان ها نتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. درست. اعتماد، دیالوگ و گفتگو. درست. تا مادامی که اینی گفتگوی بین ما افغان ها شکل نگیره و ما نتونیم در یک فضای آرام با همدیگه حرفای همدیگه رو گوش کنیم. درست. ببینید طالب حالا حاضر نیست حرف مخالفین گوش کنه. درست. همانگونه که در گذشته ها کسانی که در قدرت بود حرف طالب رو گوش نمیدادن. درست. بین از با شما برمیگردم آقای محمدی. آقای قانی، ما میخوایم سوالی را این گونه مطرح بکنم که حالا بحث سیاسیون آقای محمدی مطرح کردن. در 20 سال اخیر تقریبا یک مجموعه کوچکی که شکل گرفته بود تقریبا ادارات دولتی رو در اختیار داشتند. میشه برش گفت که یک مجموعه 20,000 یا 10,000 نفری اینا توسط آمریکایی ها و کشورهای غربی یا بیرون کشیده شدن یا مهاجر شدن و به صورت پراگنده هم اینا به سر میبرند در کشورهای مختلف و تقریبا همه چشما به یک تعداد کسانی در میان از اینا هست که سالهای سال است اونها در قدرت بودن و حالا اونها هم میل یا ندارن برگردن و یا هم نمیخواین برگردن. چگونه میشه که از این 20,000 نفر عبور کرد و در واقع یک مجموعه 30 میلیونی که فعلا در داخل افغانستان زندگی میکنن این سرنوشت با اونا گره داد و اونا را وارد صحنه ساخت و بتانن خود از اونا در واقع در مورد آیندهشان تصمیم بگیرن؟ درست فرمودید. بالکل ما فکر میکنیم که اون پتانسیلی که
تحول طلب بودن یا میتونستن شعور و عقلانیت سیاسی داشتن تا به یک تحرک برسن و یک گروپ مجموعی را ایجاد کنه که اونا امی توربین سیاسی افغانستان به چلش بیاره و به حرکت بیاره، ولی اونا به تواری شدن و فعلا در خارج هستن. اما هستن در کشور 30 میلیون انسان ها وجود داره، استادان پوهنتون و دانشگاه وجود دارن، مردمی وجود دارن و ما فکر میکنیم اگر دنیا اینا ما به دنیا سعی کنه ما نمیتونیم چیزی بکنیم و از این طرف هم جهان حاضر نیستن مرا در حل قضایای خود افغانی انقدر کمک کنه که ما میتونیم، ولی امی توانستن ما باید ما را متقید بسازه که ما بله ما میتونیم در داخل کشور و دست به حرکت بزنیم. اما بسیار یک فرهنگ بدی که در طول 20 سال واقع شده بود که هر گروه سیاسی که به سانحه سیاسی می آمدند اونا نیابتی میشدن، اونا میرفتن به سفارت و فکر میکردن اگه انتخابات میرسیدن فکر میکردن خوب جان بیادت تو که انتخابات استان میشه کدام سفارت حمایتت کن میکنن، با کدام مرجع رابطه داری، با کدام جاها در ارتباط هستی، خود بدون خارجان نمیشه. ولی ایره جایگزین ساختن، این فرهنگ آوردن، فقط نکتایای سرخ بسته میکردن، گاهی از طریق ششدرک میرفتن در سفارتهای وزیر اکبرخان و گاهی از طریق شرط کارتیسی ما آمدن و فکر میکنن که ما مردم داریم، ولی حتی نتانستن که به جای اکثرت که به سفارت سر میزنن نمیخواستن که به یک قریه سر میزنن، به مردم بروند، در یک جماعت مشکل کتشان بشینه، در یک کشتزار کتشان بشینه، امیتو یک در گلم یا زرگی و گلم تاجیکی و گلم افغانی کتشان نشین شود که بیارن. چی کنیم؟ شما مردم هستین و ما هم امیده هستیم. شما یک سوال دیگر اینگونه بپرسم آقای قانع که طالبان میگن که در داخل افغانستان همین مردم ماستیم، همین مردم ما را انتخاب کردن و اکثریت مردم هم با ما هستن و فکرشان هم فکر ماست. آیا چنین ادعای واقعیت داره به نظرتان؟ ما فکر میکنیم که طالبان هم تحمیل شدن، از این پیش امی دموکرات هایی که بودن اونام تحمیل شدن، از ما پیش حزب دموکراتیک خلق افغانستان اونام تحمیل شدن، مجاهدین هم تحمیل شدن. هیچ یکشان با ابزار دست نبردن که او در افغانستان مردم سالاری را متحرک بسازن، یعنی ساختن احزاب بودن. یا در وقت امیر کرزی ما چندین بار کوشش کردیم که اونا را متقاعد بسازیم، اونا را قناعت بدیم که اینا کوشش کنن که احزاب سر بگیره، احزاب بالا شود، احزاب جور شود، احزاب متحرک شود، ابی فرهنگ سیاسی بر اساس احزاب چی شود، ولی نتونستن و حکومت خودشان نمیخواستن که احزاب طوری به وجود بیاید که جامعه را متحرک بسازه. از این قدر پیشتر در وقت زایشاه نیز همینطور شدن که دو حزب به وجود آمدن و اردویشان به قالب‌های جنگ نیابتی بودن یا به اصطلاح نپوز یا تاثیرگذاری نیابتی بودن، پراکسی بودن که مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان از چی کنند و ما این جگانه رای هم است یگانه که در داخل افغانستان وقتی بسیار مشکل است که افغان رستم است که در داخل چی شود، ولی دیگر چاره ای ما نمیبینیم بدون اینکه مردم افغانستان خودشان متحرک شود و خودشان ابتکار عمل را به دست بگیرند و خودشان وارد صحنه شوند و در سرنوشت افغانستان رول را بازی کنند و دیگر رای وجود نداره و خارجان نمیتونند و جهان هم نمیتونه که همین جنگ نیابتی که در اینجا چیز میدن به زودی از وار نتیجه بگیرد تا که مردم افغانستان خودشان وارد صحنه نشوند. گروپ های نیابتی و گروپ های پراکسی نیز نخواهد که به جای برسند. درست. آقای فرهنگ، یک نقطی هم متوجه جوامع مثل ایران و افغانستان است که میگن این مردمی که در اینجا هستن از خودگذری یک مقدار یک تعدادشان نشان نمیده، خصوصا قشر سیاسی، کسایی که در صحنه هستند و این نقد مثلا در ایران این گونه وارد است که 40 سال است که مثلا یک رژیمی که اونجا هست هنوز کسی پیدا نشده که مثلا به صورت جدی
خودش در معرض خطر قرار بده و مثل ماندلا یا مثل گاندی یا مثل چهره های دیگر بتونه نجات بده جوامع را. و فکر میکنین آیا واقعا این نقد بجا است که این جوامع ظرفیت تربیه و یا هم رشد چنین چهره ها را نداره؟ این اول نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این خلقیات منفی که راجع به همکاری و یا حرکت در جهت دموکراسی وجود داره، اینا ذاتی نیست، اینا تاریخیه. یعنی کشورها و جوامعی که قرنها و قرنها در استبداد زندگی کردن و ارتباط بین رهبران مردم ارتباط بین رمه و شبان بوده، خلقیات و به اصطلاح رفتاری ایجاد کردن که تغییر اون کار ساده ای نیست و این به هیچ وجه محدود به افغانستان و ایران کشورهای خاورمیانه. در هر جایی که دموکراسی از آغاز نهضت روشنگری، نهضت انلایتنمنت، وقتی مسئله دموکراسی، مسئله شرکت مردم، ضدیت با استبداد آغاز شد، همیشه در برابر مشکلات قرار داشتن. در همین آمریکایی که امروز در 240 سال از عمرش میگذره، قانون اساسی که درست کردن، زنان حق رأی نداشتن. 100 سال مبارزه کردن تا حق رأی گرفتن، بردگی وجود داشت و حتی مردان سفیدپوست فقط کسانی میتونستن رأی بدن که مالیات زمین داده بودن یا صاحب زمین. بنابراین مبارزه برای این خلقیات منفی توی توده های مردم نیست، بلکه توی طبقات متوسط، طبقات تحصیل کرده است. از اونجا شروع میشه. یعنی در افغانستان یا در ایران یا در مصر، کسانی که واقعا امروز این همه گفتمان دموکراسی و گفتمان حقوق بشر در تمام کشورهای خاورمیانه مقبولیت پیدا کرده و اون گروه ها و عناصر و احزابی که صحبت از این گفتمان میکنن، وظیفهشون این نیست که تئوری بافی بکنن، وظیفهشون این نیست که در دنیای کلیات حرف بزنن، وظیفهشون اینه که در رفتار و کردار ملموس و مشخص خودشون نسبت به یکدیگر احترام به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک رو نشون بدن. از اونجاست که شروع شد. در هر کشوری که ما بریم در این 200 سال گذشته که تغییرات در جهت پیشرفت حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک وجود داشته، همیشه با اقلیت‌های کوچکی بودن که این مبارزات رو شروع کردن و در پروسه زمان تونستن مردم رو متقاعد بکنن و حامیانی به اصطلاح داشته باشن. بنابراین امروز در افغانستان و ایران و مصر و عراق این توده های مردم نیستن که نقش اساسی دارن، بلکه طبقات تحصیل کرده، طبقاتی هستن که کثرت اندیشه رو میفهمن. یعنی در دنیایی که ما زندگی میکنیم کثرت اندیشه و تحلیل اجتناب ناپذیره. یعنی باید یه واقعیتی رو بپذیریم که امروز هر کجای دنیا در هر کشوری اختلاف عقیده، اختلاف سلیقه، اختلاف منافع و استکاک شخصیت اجتناب ناپذیرند. چه باید کرد؟ در اینجاست کشورهایی که اون کلمه‌ای که به انگلیسی بهش میگن کامپرومایز، این کامپرومایز به فارسی و به افغانی سازش ترجمه شده و سازش تبدیل به فحش شده، سازش تبدیل به اتهام شده. بازاری های یک مثال خیلی اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن. درست. یعنی اگر طبقات و بخش‌های تحصیل کرده و فهمیده افغانستان و ایران و عراق و مصر و غیر ذالک، اون بخش‌ها رو دارم میگم، اون بخش‌هایی که دنیا رو میفهمند و تغییرات ذهنی و فرهنگی کرد، اونها هستن که باید این کامپرومایز رو در رفتار و کردار خودش. وقتی ما میگیم یک دولت ائتلافی، یعنی هیچ کس به حد اکثری خودش نمیرسه، یعنی همه باید از مواضع حد اکثری خودشون و این واقعیتی است که در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا وجود داره. بنابراین به نظر من در حال حاضر مسئولیت و چالش بزرگی که در برابر مردم افغانستان قرار داره، تأکیدش روی طبقات تحصیل کرده و طبقاتی است که این واقعیت رو درک می‌کنند. صحبت از توده های مردم و اقدام توده ها کردن از نظر آرمانی قابل احترامه، ولی از نظر سیاسی قابل اجرا نیست. درست. این نکته خوبی را اشاره کردن که ما می‌خوایم از آقای قانی بپرسم، بعد بریم به آقای محمدی. آقای قانی، آقای فرهنگ میگن که مسئولیت رهبری و یا هم سوق دادن کشور به دوش تحصیل کرده ها و قشر متوسط جامعه است.
آیا فکر میکنین که اگر این قش برنامه برای مردم عام در افغانستان داشته باشند و مردم عام حاضر هستند که خطر بپذیرند و برای برنامه مناسبی که اگر وجود داشته باشه خودشان در خطر بیاندازن و اجرا بکنن؟ شما جامعه افغانستان رو میشناسین، از نظر ای که مردم به نظرتان چگونه با این عمل خواهند کرد بپردازیم. ما فکر میکنم که در حالت فعلی مردم افغانستان امی استبدادی که فعلا سرشان حاکم است یا تقریبا ذهنیتشان یا را استفراغ کرد و خصوصا جامعه پشتون در جنوب و در شمال در جنوب و در مناطق مرکزی ما بسیار با مردم در ارتباط هستیم. اونا قطعا نمیخواهد این حالت زندگی کنه و راه نجات میخواهد و در سراغ راه نجات هستند و من فکر میکنم و قیادتی که فعلا به وجود میاد وقتش است که با مردم در ارتباط شود. همین تحصیل یافته هایی است که در کابل هستند، در هرات هستند، در قندهار هستند، در ننگرهار هستند، در پکتیا هستند، در کندوز هستند و در هر جایی که هستند با مردم در ارتباط شوند و یک دیالوگ برای یک مذاکره عمومی را بشینه با مردم، بشینه که شان چیز کنه که راه چیست. امی جرگاه ها، امی به اصطلاح میتنگ های قریجات و قصبات و قرى را تشدید ببخشند. گرچه اینا تا با یک استبداد بسیار بدی روبرو هستند. اونها با یک پوستی فیسبوکی کسی را میکشند، با یک توییتر هم اونا مردها را کشتند و کسانی هستند که از این چیزا نمیفهمند. ولی امی روشنفکران افغانستان، امی تحصیل یافته های افغانستان باید بفهمند که بدون پلورالیسم سیاسی، بدون تعدد سیاسی ما نمیتونیم یک اداره ای را بسازیم که از افغانستان نمایندگی کنه. درست. آقای محمدی، شما فکر میکنین از نظر جامعه شناختی، سپاسگزارم از شما آقای قانی، به شما برمیگردیم، از نظر جامعه شناختی برخی ها میگن که دیدگاه طالبان تبلور یافته در دیدگاه بخش زیادی از مردم افغانستان. شما جامعه را میشناسین، به نظرتان آیا این ادعا واقعیت داره که مردم نماینده یا طالبان نماینده دیدگاه شماری از بخش زیادی از مردم است، به همین خاطر هم اینها حالا حاکم هستند و مردم صدایش را بلند نمیکنن؟ تا اونجایی که من از مردم افغانستان شناخت دادم، توده مردم توده عرفی هستش، یعنی غیر ایدئولوژیک فکر میکنن. اما اون چیزی که در 20 سال گذشته اتفاق افتاد این بود که یک گروهی از نخبگان جامعه پشتون برخلاف این که در دوران قبلی طالب همه از تندروی آسیب دیده بودند و همه در توافقنامه بون پناه بردن که باید رئیس و حکومت از پشتونها باشد، منتها بعد از آمدن آقای کرزی و تشکیل این حکومت بسیاری از نخبگان پشتون اینگونه القا کرد که حاکمیت پشتونها در افغانستان به خطر افتاده. یک گروه دیگر از مولوی ها و دیندارا هم حضور نیروهای خارجی را دال بر این که دین در خطر افتاده و موقعیت پشتونها در خطر افتاده است. این تبدیل شد به یک زلزله در درون جامعه پشتون و اینها پناه بردن به طالب به عنوان این که هم منجی دینه و هم منجی قدرت پشتونیزمه. و همین دو مسئله باعث شد که حکومت و نیروهایی که در درون حاکمیت او زمان بود نتانست او رسالت تاریخی خود رو خوب ایفا کنه و جامعه غلطید به دامن تندروهای طالب. ولی بافت جامعه افغانستان بافت عرفی است، غیر ایدئولوژیک، منتها این نخبگان است که مردم را میتونه به افراطگرایی سوق بدن، میتونه به تعادل سوق بدن، میتونه جامعه را به نکته خوبی را اشاره کردین. یک جنبندی اگر داشته باشیم آقای محمدی، از شما شروع میکنم. به نظرتان چطور مردم افغانستان از این شرایط نجات پیدا کنن؟ یکی از مهمترین کارهایی که باید در جامعه افغانستان صورت بگیره، هر کس باید بره به وظیفه خودش. معلم و معلمی خود، روحانی بره داخل مسجد. اما اگر ملای هر شخصی به نام روحانی، ملا، مولوی و بخواد در عرصه اقتصاد، سیاست، در همه عرصه ها حضور داشته باشد و بخواد عرض اندام بکنه، این جامعه به تباهی میکشه.
نظامی کار نظامیگری خود انجام میده، سیاستمدار کار سیاست، اقتصاددان کار اقتصادی خودش انجام میده. پیشنهادتان برای مردم عام افغانستان چی است؟ مردم عام افغانستان در همه کشورها عمدتاً اونا حامی دولت هاست، حامی گروه های سیاسی است، حامی نهادهای رسمی هستند. اونها معمولاً فقط از طریق آرا و انتخاب نماینده های خود میخواه تبلور دیدگاهشان را نشان بده، اما حضور اونها اگر بخوای اونها حضور داشته باشد اینجاست که هرج مرج به وجود میآید. اونا نمیتونه کلاً حضور همه روزه داشته باشه در همه عرصه ها. درست. آقای فرهنگ، چطور میتونن مردم از این شرایط نجات پیدا بکنه به نظرتان؟ ببینید، به نظر من طالبان اون کسانی که امروز قدرت رو دارن به احتمال قریب به یقین اونها افراد عناصری نیستن که حاضر به تغییر موضع باشن، نشون دادن به اصطلاح نرمش باشن. بنابراین چالشی که در برابر طرفداران حقوق بشر و دموکراسی حتی در مراحل اولیه‌اش وجود داره اینه که بیان اگر اون روزی که طالبان در حال فروپاشی است، نمیدونیم کی و چگونه، 2 سال، 5 سال، 10 ساله، که اینو راجع به ایران هم میشه گفت، راجع به مصر هم میشه گفت، نمیدونیم کی و چگونه، ولی این اون واقعیت به نظر من اجتناب ناپذیره که این دولت‌هایی که به اصطلاح با علم مخالفن، با تنوع مخالفن، با اقتصاد دنیا مخالفن، با مدنیت مخالفن، اینها نمیتونن اینا میتونن بجنگن و دیگران رو ضرر بزنن بهشون، ولی حکومت کردن نیاز به علم و پذیرش واقعیات علمی دنیای کنونی داره. بنابراین این نخبگان افغانستان هستند که باید بگن ما چگونه میتونیم آماده بشیم برای اون روزی که طالبان در حال فروپاشی است. یعنی اینکه بیایم خودمون یک جامعه مدنی ائتلافی درست بکنیم که بگیم تو این جامعه مدنی ائتلافی تاکید فقط روی این نذاریم که چی نمیخوایم، بلکه بگیم چی میخوایم. درست. دقیقاً مشکلی که بسیاری از این گروه ها در عراق و ایران و مصر و غیر ذالک داشتن که همه متحد بودن که چی نمیخوان، ولی اون زمانی که پیش اومد که بدیل جانشینی چیه، تیکه پاره شدن. این چالشی است که در برابر نخبگان و به اصطلاح مردم به اصطلاح آگاهتر مردم افغانستان وجود داره که اون ائتلاف رو به عنوان یک جامعه مدنی آماده بکنن در چارچوب پذیرش بدیلی که مورد قبول همه است. درست. که اون روزی که طالبان منفجر میشه و فروپاشی میکنه یک بدیلی در اونجا وجود داشته باشه که با گذشته افغانستان تفاوت کیفی داره. درسته. یعنی شما میگن که مردم باید منتظر معجزه خارجی ها نباشن آنطوری که فعلا هستن و هیچ کسی هم خارجی ها هم صدای مردم نمیشنوند، منتظر نمانند. واقعیت هم اینه که خارجی اصلا تصور این که خارجی میتونه در داخل افغانستان یا ایران یا مصر بیاد دموکراسی ایجاد بکنه، اون اصلا نوع بیماریه. این تغییراتی که ما داریم صحبت میکنیم فقط از درون جامعه میتونه بیاد، از مردم اون جامعه میتونه بیاد، از فرهنگ اون جامعه. اگر این حرکت ائتلافی در افغانستان یا دیگر رو شروع بشه، در اون موقع عناصر و گروه‌های غیر دولتی در جهان غرب هستند که از این تحولات و از این اقدامات حمایت بکنن. ولی تصور اینه که آمریکا قدرت تخریب داره، بیاد بمبارون بکنه، نابود بکنه، ولی آیا آمریکا میتونه بیاد به مردم افغانستان بپذیره که شما بیان تنوع فکر و کثرت اندیشه رو بپذیرین؟ نه، اون مسئولیتی است که در برابر ما و مردم اون جامعه قرار داره. بنابراین این تحکم و تصور این که خارجی میاد درد ما رو دوا میکنه یکی از بیماری‌های فرهنگ سیاسی سنتی است که باید مورد علاج قرار بگیره. درست. آقای قانع، راه نجات از نظر شما چیست؟ بله، ما با استاد منصور فرهنگ هم هماهنگ هستیم، به نظریاتشان بسیار درست فرمودند، ولی ما در حالت فعلی افغانستان دیگر راهی وجود نداره یک دیالوگ بین الاقوانی به شکلی وسیع که باید توسط روشنفکرها یا مردم چیزی فهم و انتلکچوال رهبری شود و اونا پویا شود.
و دموکراسی که ما باید از این چیز بعد برای خود یک منزل قرار بدیم یا هدف قرار بدیم، این نیست که از جامعه افغانستان باید ریشهش باید در جامعه افغانستان چیز کنیم، ما بجیم یا به اصطلاح بفهمیم که در کجا هستند در ریشه. ولی ما جامعه ما بسیار گرچه قبایل هستند، اقوام هستند، مردمای چیز هستند که یک جامعه متنوع هستند، ولی همین چیز هستند نشست و برخاست داشتند، طور عنعنوی یکی دیگر را میشنیدن، جرگه ها داشتن، قصبات و قرا را با هم رفت و آمد داشتن و بزرگا وجود داشتن. و بزرگا میتونستن که همین مردم چیز هستن در پویایی نظریاتشان نقش را ایفا کنند و بزرگای قبایل میتونه که آیا در مرکز افغانستان باشه، در شمال باشه، در شمال شرق باشه، امی چیزی امو پلتفرم عنعنوی که فعلا هم نیمی وجود داره، کمی وجود داره، اونا باید ما متحرک کنیم و یک دیالوگی بین الاقوامی را به زودی انجام بدیم. ولی ما فکر میکنیم که طالبان اگه این دفعه طالبان حتما از بین میره و 10 سال و 5 سال، ولی ما فکر میکنیم که امریال از بین مردم افغانستان اونا سقوط کردن و هم کار آسانی نیست. به دلیل از اینکه سپاسگزارم آقای قانی، به دلیل از اینکه اختلافات عمیقی وجود داره. کوتاه آقای محمدی در ظرف 1 دقیقه اگر بفرمایید که با توجه با این اختلافات عمیقی که بین اقوام وجود داره و اختلاف دیدگاه ها، چطور میشه که یک راه میانه را پیدا کرد تا به یک نتیجه مطلوب رسید؟ با توجه به مصیبت هایی که در سالهای گذشته دیدیم و فعلا جامعه میبینه، راه چاره جز یک وفاق جمعی نیست. اگر از نیروهای نخبه سیاسی که در گذشته فعال بوده بگذاریم، نیروهای دست دوم سومی که در کشورهای مختلف، نظامیانی که در فراریه هستش، معلمین، استادای دانشگاه، قشرهای فرهنگی دیگه، اینا بتونن کنار هم جمع شون و به یک راه حل برسن، به خودشون رو آماده کنن برای زمانی که طالب سقوط میکنن و با یک اصول مشترکی که مورد قبول هم باشد. سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا حال در این بحث با ما بودند. دکتر جمعه خانم محمدی، نویسنده و پژوهشگر، دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و اسمت خانه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. و از شما بینندگان عزیز هم که تا حال با ما بودین سپاسگزارم. وقتتان خوش.